در شهر کوچکی نزدیک کوههای البرز، پیرمردی به نام استاد جمشید زندگی می‌کرد که با وجود نابینایی بهترین ساعت‌های دیواری را می‌ساخت. مردم شهر تعجب می‌کردند که چگونه بدون دیدن چنین شاهکارهایی خلق می‌کند. یک روز، پسرکی کنجکاو به مغازه او رفت و پرسید: استاد، چطور در تاریکی مطلق این ساعت‌های دقیق را می‌سازی؟ استاد جمشید دستان پسرک را گرفت و روی چرخدنده‌ای یک ساعت نیمه کاره گذاشت. پسرم، من زمان را با انگشتانم می‌بینم. وقتی چشمانت بسته باشد، گوش‌هایت بهتر می‌شنوند و دست‌هایت حقیقت را لمس می‌کنند. آن شب، پسرک در خانه چشمانش را بست و سعی کرد ساعت پدر بزرگش را تعمیر کند. اشتباه کرد، قطعات ریخت، اما بالاخره موفق شد. فردای آن روز با شوق نزد استاد جمشید دوید و فریاد زد: حس کردم. زمان در دستانم جریان داشت. استاد لبخند زد و گفت: حالا فهمیدی که مهمترین چیزها را نمیتوان با چشم دید.